سلام خدمت مردم ایران، کسخال دولت. یا الله. خب خانم چی عرض کردی؟ آقای اسلامی چی داره؟ شما تو این 48 سال خودتو بزرگتر از چی گوه خوردین؟ بفرمید. شما بفرمید بعد من گوه میخورم. من داره میگیرن روز. خب بذار ادامه گوه خوردم دیگه بفرمید. مگه آیسان اسلامی جز این که به ملت گفت ترک بکنی نگفت آب مجانی میکنن، گفت ترک. پیشوای شما مگه گفت برق آب مجانی میده نکرد؟ الان کونه پدرت داره پاره میشه، کونه پدر بزرگت داره پاره میشه، چرا به اونایی چی نمیگی؟ آیسان اسلامی مگه تو ایرانه؟ مگه آیسان اسلامی نگفت ترک بکنی؟ چیزی که جمهوری اسلامی نمیخواد، میخواد همه عملی باشن. مگه آیسان اسلامی نگو ورزش بکنید، میخواد همه درگیر دوا بیمارستان و دارو باشن. مگه آیسان اسلامی نگو نیکوکاری بکنید، گفت فقط خارکوسه بازی در بیارین تو دنیا خواهر همدیگه رو بکنید، دلار شد 70 بخرین 73 بکنید تو چون هموطنتون. جوانای مملکت مگه من بهشون نمیگم با خدا باشین؟ نه اینکه برم بگم من رفتم بیا به شما یاد بدم چجوری مخ بزنیم. ملت ایران خانم خودشون آویزانن، جوانا آویزانن، بعد یه سری مردم امثال تو دارن به آیسان اسلامی جز اینکه به جوانای مملکت خانم گفت که سالم باشین، عوضی بازی در نیارین، در این دنیا هر کاری بکنین پروردگار مطلق میبینه. آیسان اسلامی نیومد بگه که بچه‌ها اگر میخواین مخزنی و کسزنی رو یاد بگیرین بیان من به شما پکیج یاد بدم. ملت ایران خانم گرفتارن، جوانا گرفتارن. باز این وسط یه سری مردم میان میخوان تو کون مثلا یارویی که تو سیستان و بلوچستانه داداش من کس دوست داره، داداش آدمی که توی یک روستای مازندرانه کس دوست داره، همه دنیا دوست دارن. مگر به شما نمیگن حوری بهشتی داره؟ حوری بهشتی رو میخواین چیکار کنین آقایون؟ میخواین چونتون مگه تو بهشت بذاره حوری بهشتی؟ حوری بهشتی رو میخواین چیکار کنین؟ میخواین بکنین مگه نمیخواین بکنین؟ کس بازی دارین در میارین، خودتون رو لوس میکنین مردک. یه دقیقه اینو جان مادرتون بید بخوام من برای من روشن بکنیم. من اصلا با خانم با آقایون دارم میگم. خب میگم با یه خانم دارم میگم خواهر من مگر نمیگین باید انسان نیکوکاری باشی که حوری بهشتی رو بگیرین؟ حوری بهشتی رو میخوان چی کار کنن آقایون؟ من ندیدم به خانوما کسی بگه که الان شما از تمام خانومای ایرانی سوال بکنی میگم به شما وعده بهشت و حوری دادن؟ میگه نه. بعد میگه ای وایس ببینم پس چی شد؟ به اینا چی دادن؟ پس الان خانوما برن بهشت چی میخوام بهشون بدن؟ توضیح بدید. بی‌ناموسی؟ خب اگه بی‌ناموسیه پس برای چی به شوهر زنه میگی نیکوکار باش برو کس بکن تو بهشت؟ دیگه حوری بهشتی باید یا چونت بذاره یا باید بده دیگه، غیر اینه مگه؟ شما تکلیف خودتون با کسشراتتون مشخص نیست. الکی یه کار نکنین منم مثل این جولانی خارکسه بیام فردا جلوی وایسم اینجوری پاستور دست بگیرم با مرد. این همه آدمایی که تو فکر الان مثال میگم، الان همین آقای خمینی، شما برو 10 سال قبل اینکه بیاد تو پاریس آمارشو بگیر، تو کتاب تاماجری هم بگردی اسمش پیدا نمیکنین. من میگم که داداش اگر میخواین از اسم من صحبت بکنین خب قشنگ گوشت رو وا بکن آبجی. تو تلویزیون ملی که میای صحبت میکنی آقای آیسان اسلامی، اون که من میدونم که اونا به تو گفتن که تو اسم اینو بیار که برنامه‌تون رو نگاه بکنن. چرا؟ چون صدا سیما رو 2 میلیون نفرم نگاه نمیکنن، من با 20 میلیون هستم. ابوالفضل شریفی با بچهش با تریلی با ماک دنده میداد، 1 نفر سراغش نرفت، پاش رفت درست بکنه اینجای پاش یه سکه 25 تومانی میرفت لای پاش، انقدر کلاژ گرفت دنده داد. من پیداش کردم بردینش صدا سیما. اول حالا من اینا نگفتم، تو حراست گرفتین اسم آیسان اسلامی رو نهاری. برای چی؟ مگه خار داره؟ برای چی نداره؟